هورا. سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که عالی باشید. امروز تصمیم گرفتم که یه گردنبندی بهتون آموزش بدم، مراحل ساختشو و وسیله‌هایی که نیاز داره و خیلی هم قشنگه. الان عکسشو میذارم اینجا. این توی پینترست دیدم و این یه کمر بود، یعنی مثلا از این کمربندای زنجیری که خیلی هم خوشگله و من چند روز پیش برای یکی از دوستام درستش کردم و دیدم که خیلی خوشگله. آره، در کل که خیلی دلم میخواد که این آموزش رو برای شما هم بذارم که شما هم ببینید و استفاده کنید و برای خودتون درست کنید. متریالاش نسبتا خیلی آسون پیدا میشه توی خرازی‌ها، خیلی راحت میتونید پیدا کنید. بچه برای ساخت این گردنبند نیاز داریم به مهره هر رنگی که خودتون دوست دارید، زنجیر توپی، نخ ماهیگیری یا نخ نامرئی نازک و قیچی. نیاز به فندک هم داریم. شما نیاز دارید به مهره های ریز مثل این ستا و زنجیر توپی که هم طلاییش توی خرازی ها هست هم نقره‌ایش باید به این شکل باشن. نگاه کنید، باید اینجوری حالت توپی توپی داشته باشن. نخ نامرئیش باید انقدر نازک باشه، چون ما نخهای نامرئی ضخیم‌تر هم داریم، تو سایزهای متفاوتی هستن، ولی ما به نازکترین سایز نخ نیاز داریم. خب بچه‌ها، برای ساخت این گردنبند نیاز به زنجیر داریم که من از زنجیر طلایی استفاده میکنم و به اندازه‌ای که میخوام میبرم. خب بچه‌ها، حالا زنجیری که بریدیم و به اندازه‌ای که میخوایم شروع میکنیم به ساختش. اول از همه چند تا مهره برمیداریم. هورا. خب بچه ها، حالا نخمون رو باز میکنیم و یه کوچولو ازش رو میبریم. انقدر ازش میبریم. حالا این یه ذره که ازش بریدیم و میایم ازش 3 تا مهره رد میکنیم. 1 2 تا و 3 تا به این شکل. بعد از اینکه 3 تا مهره رو ازش رد کردیم میایم تو زنجیر و از اون قسمت توپی توی زنجیر شروع میکنیم به ساخت این گلای روی گردنبند. میایم یکی از توپای روی زنجیر رو انتخاب میکنیم و 2 سر نخ نامرئیمون رو میگیریم. یه سرش رو از یه طرف توپ، اگه چشم ببینه، یه سرش رو از یه طرف توپ و اون یکی سرش رو از اون طرف توپ زنجیر رد میکنیم و هر دو رو میکشیم. به این صورت در میاد. حالا برای قسمت بالایی گل دوباره کاری که میکنیم اینه که 3 تا مهره باید رد کنیم. حالا دقیقاً مثل دفعه قبل باید از یه سر نخ 3 تا مهره رد کنیم. من از سمت چپ مهره رد میکنم. به این شکل. بعد از اینکه 3 تا مهره رد کردیم میایم و برای محکم کردن کار به زنجیر سمت راست، چون من از نخ نامرئی سمت چپ استفاده کردم و 3 تا مهره رو توش انداختم، طرف مخالفش یعنی سمت راست رو برای محکم کاری گل انتخاب میکنم و نخ نامرئی سمت چپم رو به حلقه سمت راست توپ زنجیرم میندازم. دقیقا تو همون حلقه ای میکنم که دفعه پیش از اون حلقه قسمت گل پایین رو رد کرده بودم. به این شکل در میاد. بعد از اینکه به این شکل در میاد 2 تا گره معمولی براش میزنیم. یه گره. من چون میخوام گرم خیلی محکم بشه از انبر دست استفاده میکنم.
و اینم 2 تا گره و کارمون به این صورت در میاد. حالا اضافی های نخ نامرئی رو قیچی میکنیم. اینجوری تستش میکنیم که ببینیم سفت شده و بله سفت شده و به این زیبایی گلمون ساخته میشه. بریم سراغ بعدی. باید 1 2 3 4 5 6 7 8 تایی دیگه باید درست کنیم. خیلی خوشگل شد بچه‌ها. اصلا توی ویدیو این خوشگلیش واقعا مشخص نیست. ولی آدم از نزدیک میبینه خیلی زیبا و خوشگل شده. حتما اگه دنبال یه گردنبند ترند و جدید و خاص هستید حتما اینو امتحان کنید. خیلی خفنه خدایی. با رنگای دیگه هم خیلی خوشگل میشه. وای چقدر خوشگل شد. اصلا انتظارشو نداشتم انقدر خفن بشه. بچه این مهره‌ای که دارم استفاده میکنم و بهش میگن کریستال. من تو توضیحات قبل یا فکر کنم یادم رفت بگم که به این مهره که به این مهره های براق کریستال میگن. شفاف و شبیه شیشن. به اینا میگن مهره. به اینا که براقن برق میزنن میگن کریستال.
خیلی عسل شد، نگاه کنید. اصلا خیلی خوشگله. خب بچه‌ها، ما نیاز به چند تا حلقه داریم که بتونیم گردنبند رو دیگه ببندیم و کارش تموم میشه. بچه این طرح اولیه بود که ببینید چقدر شبیه شد. انتظار نداشتم انقدر شبیه بشه و بریم برای نتیجه کار.